دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوعبدالله رودکی از جمله اولین مؤسسات تحصیلات عالی کسب مملکت در جنوب تاجیکستان محسوب می‌شود. آن در آمدن کادرهای بلند اختصاصی خواجگی خلق جمهوری عزیزمان نقش موثری دارد. دانشگاه قبول داوطلبان را برای سال تحصیل 2022-2023 در 10 فاکولته با 57 اختصاص اعلام می‌نماید. با انتخاب دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوعبدالله رودکی آینده درخشان شما را در پیش است. دانشگاه دارای خوابگاه زمانه‌ای برای دانشجویان و آموزگاران، 8 مرکز از جمله مرکز آموزش زبان‌های خارجی، رشد کسبیت، هنرهای مردمی، سیمفون‌های مجهز به تکنولوژی زمانوی، کتابخانه برهوا، ورزشگاه‌های تابستانه و زمستانه مطابق با طلبات معاصر میباشد. آینده درخشان می‌خواهی دانشگاه دولتی کلاب را انتخاب نما. Очень медсветлое будущее выбирай Кулябское государственный университет. 如果希望有美好的未来呢，就来库里亚布大学。 If you want to have bright future, you should choose Kulab State University. رمز دانشگاه در مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 111 میباشد. دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوعبدالله رودکی را انتخاب کنید تا آینده درخشان شما را در پیش خواهد بود.